گروهی از مهاجران تاجیک بعد تماشای وضع سخت زندگی معیوبان تاجیک در سامانه رادیوی آزادی به کمک آنها شتافتند. پرویز ابراهیموف تشبسکار اصلی این خیریه نخست به کمک تورخان کریموف آمد که در نتیجه صدمه نقلیاتی میانش شکسته و 9 سال باز بیستری است. ما در مسئله کار میکنیم و بچه‌ها هم مثلا هر موسم جمع میکنیم آیدیکار خودمون هر موسم جمع میکنیم ما رفته همچون آمنده همین کار تاجیکستان بکنیم این خیر برد یوردم من خودم همچون یک تردانده متال موسما میارم چند تا سونه جمع شد و این خط تقسیم شکل با خیرش میکنم کدومی که ما در خیر کرد ما میبرم مردم در خیر میکنم تورخان کریموف حدود $70 نفقه میگیرد. این مبلغ تنها به پرداختن نصف پول خانه اجاره اش میرسد و او از ناچاری چند سال باز طلبندگی هم میکند. پرویز سپس به خانه مادری آمد که 30 سال اینجانب فرزندان معلولش را نگاهبین میکند. صنوبر 30 ساله، لطافت 24 ساله و نصیبه 20 ساله فرزندان تاشبی جورکو به بیماری نادیر گرفتارند. به گفته مادر کودکانش تا 7 ماهگی درست به وای می رسیدند ولی بعد از آن از رشد ماندند. چند کس گفت همسایه‌مون گفت تو زنک چی قذاب کشتی بتی اینترنت بتی مون نگاه بین کنن دولت ایور دکتر دارن ایور چی دارن گفت تو میگه پیکی گفتم دیم برا نگی گفتم نه به میاد زنده گفتم نگی. این خانواده که برای هر دختری معلول 130 سامانه نفقه پولی میگیرد از کار نیکی مهاجران تاجیک خیلی خوشحال شد. فاند خیریه با نام فاند تاجیک که 10 مهاجران تاجیک در یک جایگی تأسیس دادند طول 6 ماه است که فعالیت دارد. داغستان، چچنیا بودن مملکتایی که مقصدم خیلی جمعیت خیر مقصد جمعیت جمع میشدن یک سوم جمع میکردن خیر میکردن با اویلای به نهایت تمیزات و همه چیز من هوسمند کرد همه چیزا نورو را من دیدم من خواستم که یک سهم خدمت به همه وطن و ملت خودم بگذارم با یاردم غریب بچه‌هایی که در روسیه هستن با ما یاردم میکنن تیارن که یاردم کنن تا که ما خدمت به مردم تاجیک و وطن خودمون خدمت کنیم. در این مدت به مبلغ 180,000 روبل روسی به معیوبان و بیماران و نیازمندان تاجیک کمک خود را رسانیدند. در آینده نیت دارند با جلب مهاجران دیگر تاجیک خیریه فاند تاجیک را وسیع‌تر کنند.